نروژ در جمهوری آذربایجان به همراه مؤسسه ابتکار بشردوستانه بر ضد این توحش آشکار اعتراض کردند. کار مرمت برای مدتی تعطیل شد. پس از نامه عذرخواهی اهالی روستای نیشیودی، نروژی‌ها تصمیم به ادامه کار گرفتند. گیلشتاینر نوشته است که این نامه به اعتقاد او کافی نبوده است. وی ادامه می‌دهد تاکنون هیچ کس مسئولیت این توحش را به عهده نگرفته. من نیز به همراه سفرای دیگر مقیم باکو برای شرکت در مراسم گشایش کلیسا دعوت شده بودم. من همکاران خود را در جریان توحش انجام گرفته قرار دادم و توضیح دادم که در اعتراض به جلوگیری نکردن از این اقدام هیچ کدام از کارکنان سفارت در مراسم گشایش کلیسا شرکت نخواهند کرد. هیچ سفیری در این مراسم حضور نداشت. ویرانی کلیساهای جمهوری آذربایجان و نخجوان، ویرانی قبرستان‌های ارامنی باکو و نابودی سنگ صلیب‌های جلفا. آنها مزاحم بودند. حضور آنها دیگر قابل تحمل نبود، زیرا آنها سنگ‌هایی بودند که توانایی سخن گفتن داشتند و تاریخ را بازگو می‌کردند. آنها شاهدان زنده بودند. در زمان حکمرانی روس‌ها در فاصله سالهای 1903 الی 1904 میلادی از سنگ صلیب‌ها و سنگ قبرها به عنوان مصالح ساختمانی استفاده شده است. در سال 2005 میلادی 5000 سنگ صلیب وجود داشت. آذری‌ها اغلب ادعا می‌کنند که این سنگ صلیب‌ها نه به ارامنه بلکه به اران‌ها تعلق داشتند. اما چرا هویت ارانی آنها نیز در این مورد خاص منجر به نجات این قبرستان منحصر به فرد قرون وسطایی نشد؟ در 19 آوریل سال 2006 میلادی مؤسسه گزارش جنگ و صلح اعلام کرد از سنگ صلیب‌های مشهور جلفا دیگر چیزی باقی نمانده است. پس از اعتراضات مطرح شده، یونسکو تصمیم به بررسی موضوع و اعزام گروه کارشناسی گرفت که تا امروز منتظر صدور اجازه بازدید از سوی طرف آذری است. جذب بودن تاریخ جعل شده از سوی کشور همسایه به حدی آشکار است که ما از آن چشم پوشی می‌کنیم. تعجب میکنم که باید واقعیت آشکار را اثبات و دروغ آشکار را تکذیب. این کار رنگ و بوی سیاسی به خودش گرفت. بعضی از همسایه‌های ما ادعا میکنن که شما در اینجا حضور نداشتید و ما در اینجا بودیم. آذربایجان ادعا میکنه که ما ملت بومی اینجا هستیم و ترک‌های اوغوز در اینجا به رشد رسیدن. این در حالیه که اونا از نزدیکی‌های چین به اینجا اومدند. برای دروغگو هیچ مشکلی وجود نداره و میتونه هر ادعای کذبی رو مطرح کنه، ولی در این خصوص شواهدی وجود دارن که به عنوان مثال روایات ملل دیگر، تاکیدات جغرافیدانای کشورهای دیگه و نقشه‌های تهیه شده همگی بر حضور ارمنستان در این منطقه تاکید دارن. مقامات آذری ادعا میکنن که تنها وارثین ارانهای مسیحی هستند تا به این صورت آثار تاریخی و مجموعه‌های مسیحی باقی مانده را به مالکیت خود درآورند. آنها حتی اران را آذری معرفی می‌کنند. در کتاب جنگ علیه آذربایجان در خصوص جمعیت مسیحی قره‌باغ می‌خوانیم: بسیاری از آرانهای مسیحی به دین اسلام گرویدند، اما آرانهای ساکن در مناطق کوهستانی بر دین مسیح باقی ماندند. ابعاد دروغ چنان گسترده شده است که حتی خود آذری‌ها نیز نمی‌توانند تصمیم بگیرند که به کدام یک از دروغ‌های خود باید وفادار بمانند. تا زمان انجام اصلاحات از سوی استالین در دهه 4 قرن 20 کشور آذربایجان اساساً وجود خارجی نداشته. این نام نیز به خواست استالین بر این منطقه نهاده شده. در حالی که در فاصله سالهای 1918 تا 1920 میلادی ملت جمهوری خلق آذربایجان و جمهوری آذربایجان شوروی تا سال 1936 به صورت رسمی ترک نامیده می شده است.
در نهایت دانشمندان و مقامات آذربایجان باید تصمیم بگیرند که پیشینیان آنها چه کسانی هستند. زیرا آرانهای قفقاز و اقوام ترک آسیای صغیر با یکدیگر تفاوت‌های بسیاری دارند. در وضعیت ژئوپلیتیکی موجود تنها قوانین ریاضی حکم فرما نیستند و تا فرضیه ها نیز نیاز به اثبات و شواهد دارند. اما چه قدرتی دارند؟ قدرت اونا همتراز با سلاحه. نقشه‌ای که در اون اسم ارمنستان و آرمنیا درد شده قدرتی داره که شاید 100 تانک همونو نداشته باشه. ما به عنوان ملتی خواهان صلح در نهایت مجبور به جنگیدن با سلاح نقشه ها خواهیم بود. گالچیان به دنبال سرزمین گم شده خود در نقشه هاست و به دنبال احقاق عدالت است تا به وسیله آن حقیقت را در برابر دروغ به قضاوت جهان بگذارد.